2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. پویراز تو متوجه نیستی؟ خودت که داری میبینی نمیشه که نمیشه. ما با هم حرف زدیم باز نشد. نمیبینی نمیشه. از ایران من به خاطر تو اومده بودم اینجا. مراسم تجلیل و هیچ چیز دیگه ای واسم مهم نبود. اومدم دنبالت که ببرم جزیره، اما ای کاش که نمی اومدم. ای کاش تو هم هیچ وقت جزیره نمی اومدی. منم ای کاش هیچ وقت نمیشناختمت. بفرما، همش مال تو. کار و دوستات و همه چی مال تو. برو خوش باش. من ازت هیچی نمیخوام، فهمیدی؟ ای کاش هیچ وقت دوست نداشتم. من هیچ وقت دوست نداشتم. ازت متنفرم. من ازت متنفرم. اینو بدون که من از تو متنفرم. هیچ وقت دوست نداشتم. من هیچ وقت دوست نداشتم. ازت متنفرم. اینو بدون که من از تو متنفرم. من ازت متنفرم. دعواتون شد مگه نه؟ منم میخواستم مثل بقیه یه دختر و پسرا باشیم. روی نیمکت رو به دریا می نشستیم. میخواستم که سرشو بذاره روی سینه،
میخواستم که به وقتش کنارش باشم. ببین شما هم میتونید این کارو بکنید پایراز. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ پایراز من نمیفهمم چی میگی. چرا نمیتونید ها؟ آلپر چرا میپرسی؟ نمیبینی؟ به خاطر اون، به خاطر این، به خاطر فلانی، به خاطر من یه جوری میشه که نمیشه. نمیشه. ما نمیتونیم. چندین بار امتحان کردیم ولی شدنی نیست. نمیشه. نمیدونم چی بگم حاضیران. شما دیوانه‌وار همدیگر رو دوست دارین. دیگه حتی به اونم شک دارم. میگفتی عشق زورش به همه چی میرسه. خب معلومه این بار نمیرسه. خیلی از پایراز دل سرد شدم، میفهمی؟ به خاطرش اخراجم شدم. اما این بار تمومه. این بار واقعا تموم شد. من به زندگی خودم ادامه میدم. شما نمیتونین جدا شین. ما جدا بودیم. اصلا نمیتونیم. نمیدونم برای اینکه از هم دل بکنیم چند بار باید جدا بشم. اونو نمیدونم. میدونی بعضی جمعای زوجایی هستن که مدام با هم دعوا میکنن. نمیدونن چرا با هم هستن. نه سودی برای خودشون دارن نه اطرافیانشون. ما دقیقا از همون زوجاییم. درست مثل هموناییم. یعنی مثل اون زوجا بودیم. سرمون سلامت. دیگه به خیر گذشت. باشه تو الان یکم آروم باش. خب بعدم فکرشو میکنیم. بریم. نه باید یه خونه حتما پیدا کنم. فردا خونه اجاره میکنم. اما نمیدونم امشب کجا بمونم. ها من میدونم. چی کار میکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ جایی واسه موندن داره؟ ملیسا پیششه؟ آره پیششه، نگران نباش. کمکش میکنم کارشو پس بگیره. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. یه خونه واسش پیدا میکنم. درسته به جزیره برمیگردم اما حداقل میخوام قبل رفتن خوشحالیشو ببینم. یه زندگی شاد بدون من واسه خودش بسازه. یالا اتفاقا رو برای ما توضیح بده. باشه از اینجا برو وگرنه داد میزنم. تا جهنمم باشی پیدات میکنم میدونی مگه نه؟ هنوزم نمردی نه؟ خدا لعنتت کنه. بسته دیگه بسته. نمردم آیتا نمردم. در زن چه بمیرم چه نمیرم دنبالتم. اینو تو سرت فرو کنی وگرنه فرو میکنم. کمک. صدا در نیاد لدوس خانوم. دیگه باید کاری ندارم ولی به من پول زیادی بده. پول میخوام زیاد. 24 ساعت مهلت داری وگرنه دیگه پایرازا نمیبینی. جزیرتو با آتیش میکشم. همه تونو تک تک میکشم. اینا تو سرت فرو کن. باشه تنها نیستی. گریه نکن. ما اینجا کنارتیم همگی. گریه نکن. عکسشو دارین؟ آره دارم. همین شخصه؟ آره یعنی اونجا چی کار داشته؟ از که اینجاست. شما دنبال اون بودید؟ باورت میشه راننده ماشینی که با پایراز برخورد کرد همین مرد بود. چی؟ چطور ممکنه این؟ یعنی مطمئنین؟ نمیدونیم کجا قایم شده و چی کار میکنه ولی تا زمانی که اونو پیدا کنیم باید تمام دوربینای جزیره رو افزایش بدیم. مرتی که یه بیشرفشو میبینی قصد جون نوامو کرده. میخواسته نوامو بکشه. بیشرف. اون مرد تعادل روحی نداره. سالهاست دنبال منه. بیمار شده بود. مریض شده بود. فکر میکردم میمیره راحت میشم. اسممو تغییر دادم. شناسناممو تغییر دادم. همه چیزمو تغییر دادم. اما اومد اینجا منو پیدا کرد. اونم اینجا.
عالیه خانم. 2 نگهبان دم در خونتون میذارم. امشب با آیتن خانم بمونی. نیازی نیست، امشب با اینجا میمونن، کنار هم هستی. لطیف، ما میریم خونمون، به شما زحمت نمیدیم. آبجی علیه، من هرچی بگم بهش عمل کنین. خب زینبم یکم دیگه میاد. باشه. تا حالا همچین چیزی توی جزیره تجربه نکردیم. همه جا دنبالش میگردیم ولی دوربینا و اکیپا محدودن. اینجا جای کوچیکیه، توی حالت نرمال مرتکب جرم نمیشه. خیالتون راحت، پیداش میکنیم، مشکلی نیست. تصفیه حساب بکنیم، بعد تاکسی میگیریم، زود میریم. از پله ها بریم. آلپر، این کیفو بگیر. میرم کوتاهی پیدا کنم، در مورد حاضران باهاش حرف بزنم. ملیسا، حاضرانو میبرم پیش مامانم اینا. تو هم پیش پویراز بمون، باشه؟ هر دوشون دارن درد میکشن. میدونم، ولی نمیدونم چی کار میتونیم بکنیم. باید بهشون کمک کنیم، این که واجبه. بگذاریم بهم خبر بده. باشه. حاضران تقصیری نداره. فکر کردم توی این مدت وسایلتون رو جمع کردین. با اینکه امروز صبح چقدر ازتون تعریف کرده بودم، ولی چی کار کنم که حاضرانو برگردونید سر کار؟ آقا پویراز، مثلا میتونید باادب باشید، میتونید معذرت خواهی کنید. خودتون دیدین که آدم شما چی کار میکرد. حرفاشو که شنیدین. باور کنید اگه میخواستم تمام مشکلاتم رو با دعوا حل کنم، مشت کافی نبود. در ضمن اون آدم من نیست، یه کارمنده. اگه حقش نبود کتکش نمیزدم. چون جوون هستید قدرت فکر کردن ندارید. دعوا فقط بین شما نیست که، مقابل هزاران مهمون و مسافر اتفاق میفته. کسایی هم که نبودن میشنون و خبر سری پخش میشه. مراسم جایزه ما بود، ما برنامه ریزی کرده بودیم. هتل های اطراف منتظر اشتباه ما هستن. درک میکنید؟ ببینید یه لحظه خشم، یه مشت چه مشکلاتی به وجود میاره. برای همین دوباره میپرسم، معذرت خواهی میکنید؟ شما حاضرانو برمیگردونین سر کار؟ معذرت خواهی میکنید؟ به خاطر حاضران همه کار میکنم. مشخصه. برای همین معذرت میخوام. امیدوارم یه روز بشنوم که از ته دل معذرت خواهی کردیم. ولی برای شروع فعلا خوبه. ببینید حاضران میخواد یه زندگی جدید رو اینجا شروع کنه. تا اینجا اومده، بهتون اعتماد کرده، اومده سر کار. منم میخوام همونطوری بهتون اعتماد کنم، با اینکه شانس دیگه ای ندارم. من دیگه تو زندگی حاضران نیستم، برای همین براتون دردسر نمیشم، نگران نباشین. ولی بیاین امشب توافق کنیم.
به همدیگه قول مردونه بدیم. شما دوباره حاضران رو استخدام کنین. من به خاطر اون همه کار میکنم. همه کار؟ پس یه شرط دارم. خیلی حوصله‌ام سر رفته دخترا. اینکه هیچ ماجرایی پیش نمیاد. واقعا حوصله‌مو سر برده از وقتی پویراز و حاجیران رفتن اینجا. یعنی این جزیره خیلی کسل کننده شده، به خدا خیلی کسل کننده. گورکم سرم گیج جب همش داری میگردی، بشین سر جات دیگه. این با فاتحه جزیره ازدواج میکنه. دیدی چجوری خوشبختیشونو بروز میدن؟ چندش مثلا این بیریجیک نگاه کن، داره با یکی آشنا میشه، اونم خیلی خوشحاله. خسته شدم به خدا، خسته شدم. ملیسا و آلپرم از خوشبختی دارن آتیش میگیرن. به خدا والا هر جا رو نگاه میکنی خوشحالی، خوشبختی، همه جا خوبی. ای خدا تو این جزیره همه خوشبختن به جز من واقعا ماشاءالله. خب مگه چیه؟ آرامش داره اذیتش میکنه واقعا. عزیزم من هیجان میخوام، عشق، عرق، اشک. شاید این عرق کردن زیادی باشه. از آدمایی که بوی عرق میدن خوشم نمیاد. خیلی چندشه گورکم. سلما زیتون داری؟ زیتون همش داری زیتون میخوری، اینقدر زیتون میخوری تو بدن درخت زیتون در میاد. خب چی کار کنم؟ تازگی هم مزه هیچی رو احساس نمی کنم. خیلی مزه عجیبی میده همه چیز. های این اواخر همش داری از این حرفا میزنی، متوجهی؟ اینجوری هم دیگه. یه لحظه چه خبر زینب؟ تغییرات روحی و اینا، هورمونایی که ترشحشون کم و زیاد میشه. یه سوال، حالت تهوع، سرگیجه، استفراغ داری؟ آره بگو. دلم میخواد همش بخوابم. بهت گفتم که میدونی که. آره. آی خدایا شکرت خدایا. چی شو؟ هیجانی که میخواستم و پیدا کردم زینب جون. عزیزم بارداری. اونم 3 قلو. خدا نه 4 قلو. آره خب یعنی بگم خدا چی کارت کنه گورکم؟ من توی سن فقط مونده بود باردار بشم. باشه بابا یه چیزی گفتم. حالا اگه الان یه بچه جزیره‌ای بغلمون بود و باش بازی میکردیم و از این بغل به اون بغل میدادیم باحال نمیشد؟ به خدا که حوصله‌مون هم سر نمیرفت. خیلی حال میداد. نه درست نمیگم. معلومه که نه عزیزم، خدا نکنه. پسر 2 روز اومده تو جزیره، اهل جزیره شده. والا ببین گورکم جون، اگه تو اتفاق یا هیجانی میخوای باید بری تو شهر. اینجا همچین چیزایی نیست. من دلم برای پویراز و حاضران تنگ شده. اگه اینجا بودن الان یه اتفاقی میافتاد، الان یه چیزی شده بود. خدا نکنه. این چه در حرف زدنه؟ اونجوری نه، فوراً فکر منفی نکن. یعنی از اتفاقای عشق و غیبت کردن و اینجور چیزا خیلی میگم ها. اینقدرم بدجنس نیستم، نکنه خیلی دیوونه دیده میشم. نه بابا نکنه مگه روانی هم سلما؟ بگو راستشو بگو. دیوونه ای گورکم، دیوونه. جونم لطیف جون. چی؟ باشه زود میام. باشه دارم میام. باشه. چی شده؟ کسی که با پویراز تصادف کرده شوهر قبلی آیتم بوده. اونا هم الان خونه ما هستن. پشم برم. یه لحظه کسی که با پویراز تصادف کرده؟ بابا گوشم. زینب ما هم باید بیای. نه عزیزم نیازی نیست، آیتن عالیه هستن. من رفتنی یه چیزی بخرم. نه بذار زیتون بخرم. خبر بدیا. باشه بفرما. اینم یه اتفاق اکشن. اگه چیز دیگه ای میخواستم میشد ها؟ نظرت چیه چایی رو تازه کنیم؟ بگو. باشه. مایتبه رو بیار پایین. بابا صبر کن اسمت.
داری چی کار میکنی؟ این مرد دیگه رسما دیوونه شده. وضعشو نگاه. دختر شما هم یه خبر میدادی. آخه آدم مثل دوست بیاد خونه خودش. نخواستیم بیدارتون کنیم بابا، چی کار کنیم؟ ملکشه تو ملکه دست من عصبانی میشه. وقتی صدا رو شنیدم فکر کردم دوست دیگه. با خونوادم آشنا شو. حاضران خونوادم. خوشم ای دختره. از مامان بابام خوشت اومد؟ آره خیلی شیرین و بامزه. به مایتابه میخندی نه؟ نه عزیزم، اینقدر بلا به سرم اومده که دیگه نمیدونم چه بلایی میتونه سرم بیاد. باید بابامو وقتی میدیدی که بهش گفتم میخوام با آلپر ازدواج کنم. داشتیم تصویری حرف میزدیم، گوشی از دستش افتاد. نفهمیدم خوشحال شد یا عصبانی. یعنی چی؟ شما چه ازدواجی؟ شما اونقدر ناراحت بودین که نتونستیم بهتون بگیم. خب آلپر بهم پیشنهاد ازدواج داد. منم قبول کردم البته. حتی فردا قراره بیان برای خواستگاری. ملیسا خیلی خوشحال شدم. چه زوج خوبی هستی. شما به خاطر ما نتونستین خوشحال باشین. خیلی خوشبخت باشین. باشه ایشالا همیشه خوشبخت باشین. توی روزای خوب و بد همه چیو با هم تجربه میکنیم. خب چطور چیزیه؟ یعنی چه حسی داری؟ چطور احساسیه؟ دارم میمیرم. واقعا دارم میمیرم. این کارا با گروه خونی من جور نیست. خب باید بهم کمک کنی. باید کنارم باشی. باشه؟ من همیشه کنارتم، نگران نباش. دیگه بخوابیم. شب بخیر. من واقعا خیلی شرمندم. ممنونم ازت. شرمندگی چه؟ این حرفا یعنی چی؟ کاش میرفتیم لطیف جون، مزاحم شما شدیم. آبجی علی. زینب اومد. خوش آمدین. منم کیک خریدم. شیرینی خوبه. چطورین؟ خوبی؟ زینب دلم برات خیلی تنگ شده. بیا بغلم. نترس باشه، دیگه از هیچی نترس. حال عالیه؟ خوبی نه؟ خوبم عزیزم، خوبم زینب جون. مرسی عزیزم، مرسی. خب من برم چای دم کنم، شما هم بشینین حرف بزنین. اول برم ایدیلم صدا کنم. خب تعریف کنید ببینم چی شده. ایدیل کجایی تو؟ نمیشنوی؟ مهمون اومده. شنیدم. خب میشنوی چرا نمیای دختر من؟ بیا چای دم کن. یه سوال بپرسم ولی نه نمیپرسم. در واقع معذرت خواهی بده کارم، یعنی به با تو الکی بهش تهمت زدم. اون معصوم نیست بابا. شاید با پویراز تصادف نکرده باشه ولی بیگناه نیست. کلن آدم معصومی نیست. حق با تو بود. چی کار میکنی؟ یادت بچه بودی موهاتو میبافتم؟ نمیتونستی ببافی که. حداقل امتحان میکردم. تو هم امتحان کردی دخترم. ناراحت نشو، هنوز جوونی، با آدمای بهتر از با تو آشنا میشی. الان مثلا بابای با درکی شدی؟ قبلا خیلی خشمگین بودی. هم با درک میشم هم خشمگین میشم.
همشون هستم، ولی الان بابای محافظ هستم. بابا ایدیل جان، فهمیدیم کی با ماشین زده به پویراز. شوهر قبلی آیتم بوده، آدم خطرناکه، هنوز دستگیر نشده، این اطراف داره میچرخه. برای همین میخوام یه مدت نری بیرون. ما هم نمیریم. خب کسی نمیره. خالا علیه و آیترم مدتی خونه ما هستن. آروم و ساکت همگی با هم توی خونه زندگی کنیم. خب یعنی شما باید اینطور باشی لطفا دخترم، فهمیدی؟ باشه بابا جان. آفرین به تو دخترم. بابا اون قضیه تموم شد. با تو رو میگم تموم شد. آی ببخشید خانم، من معذرت میخوام. اومده بودم دوستم رو ببینم، انگار اشتباه اومدم. خیلی عذر میخوام ازتون. به نظرت چطوره؟ این که دلت تیکه تیکه بشه. از این به بعد بزرگترین دشمنم تویی. میبینمت. گردنبندم خوبه؟ چی؟ خیلی پاکی، کثیف نشو. ایدیل تو نرفته بودی؟ رفتم. از دستم عصبانی نشدی؟ تو خیالی مگه نه؟ واقعی نیستی؟ میبینمت. گردنبندم خوبه؟ چه خبره؟ من دارم دیوونه میشم. کنار هم نباشیم هم میشه. من تو ذهنت موندم. برو با تو چی شده؟ معلوم است داری چی کار میکنی؟ چرا با خودت حرف میزنی؟ خوابت برده بود. ببینم دیوونه شدی؟ نه مگه چی شده؟ تو بودی داشتی داد میزدی؟ تو ایدیلو دوست نداشتی نه؟ ایدیل اینجاست؟ یعنی الکی شبیه خنگا انقدر پانتومین بازی کردیم؟ الکی چند روز موندین خونه ماهان؟ تو مگه ایدیلو دوست نداشتی؟ من که نمیفهمم. خب چی؟ اون دختره کی بود؟ کی بوده؟ همون که بردیش تو اتاق و بعدش هم انداختیش بیرون. اون کی بود؟ کسی نبود. در ضمن به شما چه ربطی داره؟ ازت بدم میاد. صبح خیر، به جمع ما خوش اومدی. من باید کار کنم. بریم کار بده. من باید کار کنم. Benim çalışmam lazım. Benim çalışmam lazım. تو همون برو حس میکنی که من حس میکنم شکمون؟ بوی چیه؟ من صاحب جوش گرفتم. بوی چی میگی؟ منظورم اون نیست. خب اگه اینجوری بود تو رو میبردم همون عزیزم.
بعد من گربه ها خرابکاری کردنم؟ نه این برای گربه نیست. رسما هوا بوی اینو میده که قراره یه ماجرایی بشه. یعنی این آرامش قبل از طوفانه. گرگه مزخرف نگو تو رو خدا دیگه. ای بابا خب گربه ها خرابکاری کردن دیگه، بوی اونه. من میدونم بوی اونه. هنوز داره میگه گربه، باورم نمیشه. بفرما تحویل بگیرینم از اینا. می 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 می. ای بابا سلام علیکم داداش سلیمان. علیک سلام ساده. خیر باشی داداش، خبری ایشالله؟ هست ولی خب معلوم نیست چی هست. گرگم ببینم شما خبر ندارین؟ خبر که نه، ولی یه بوهایی به دماغمون خورده. گرگم این آدمو قبلا این طرفا ندیدین؟ تو دیدی؟ نه من به همچین بدقیافه هایی نگاه نمی کنم. نه منم ندیدم. این بمونه دست شما، بذار یکی دیگم بهت بدم، تو مغازه هم پخش کنین. باشه داداش میدیم، ولی این کیه ها؟ یادته که با ماشین به پایراز زده بودن؟ نه یعنی چی؟ این همون بیشرفه؟ الانم فراریه، همه جا دنبالشن. آخرین بار دیشب دیدنش، اطراف هتل پایراز بوده. شما هم مراقب باشین، زیاد بیرون نمونین، مخصوصا شبا. باشه داداش سلیمان نگران نباش. ما به کل اهالی جزیره میگیم حواسشون رو جمع کنن. تو نگران نباش، برای امنیت جزیره هر کاری از دستمون بر بیاد ما انجام میدیم. بله البته. باشه صادق، ممنون. باشه بای. به پلیس میگم بای خدای من قاطی کردم. اوف الان باید چیکار کنیم؟ به خدا من دیگه حرف نمیزنم صادق، به خدا. چرا؟ نمیبینی هر چی میگم زود اتفاق میفته؟ دارم از خودم میترسم، نمیدونم چی کار دارم میکنم. گرگم از این به بعد باید مراقب باشیم. اول بریم پیش بیرجیکینا خبر بدیم بهشون. ما باید بیشتر از این مراقب باشیم. دیگه جزیره هم نیست. گرگم میشه دستتو بگیرم؟ بگیر. توی روز پیداش نمیشه، ولی شبا هر لحظه ممکنه سر و کلش پیدا بشه. آره. برای همین شبا باید چیف وایسیم. قبوله؟ قبوله. بریم باشه. بچه رو خوب کن. باجناخ صبحت بخیر باشه. صبح بخیر داماد. خیر باشه، نترکی موقع. خبر نداری مگه؟ همونی که آیتنا اذیت میکرد همین دیروز جلوش سبز شده. آره همون جریان چاقو زدن پایراز. مگه اون بستری نبود؟ نبوده، شایدم خوب شده، نمیدونم. دنبال آیتن تا اینجا اومده. همون بوده که با پایراز تصادف کرد. چی میگی؟ خاله علی آیتن خونه من، هنوز پیداش نکردیم. به نظرم شما هم باید مراقب باشید. یعنی چی مراقب باشید ای بابا؟ باز چی اومده جزیره؟ میدونه که گیرم بیافته چی کارش میکنم؟ میدونم بابا میدونم. تو کاری نکن قربونت برم. پلیس داره دنبالش میگرده. تو هم همه جا رو بم این وضعیت اضطراری لطیف. این رسما آژیر قرمزه. من باز یه کاری بکنم. به نظرم تو باید آروم باشی. همه جانم به هم نرید. برای صبحونه منتظر من نون خریدم. سلما؟ نهیر؟ چطوره؟ از خونه خوشتون اومد؟ خوبه، خیلی خوبه. خب قرار نیست ما یه خونه داشته باشیم؟ فکر نمی کنم. یعنی چی؟ ما قرار 2 تا خونه داشته باشیم، یکی خارج از کشور، یکی هم اینجا. آقا پایراز میخواد از جزیره بره بیرون؟ آره؟ تو شرایط عادی نمیرم، اما با تو هر جایی میرم. یکی هم به خاطر بچه‌مون. قراره یه دونه بچه داشته باشی؟ نه 2 تا مگه نه؟ نه بابا. قراره 3 تا بچه داشته باشی؟ قراره 3 تا بچه داشته باشیم، یه پسر 2 تا دختر.
خیلی خوب باشه، من سفارشا رو میگیرم. سگ و گربم هر چند تا میخوای اونا هم بهم بگو. باشه؟ نیازی به سگ نیست، زربا هست، اما اگه بخوای گربه هم میگیریم. خب اون موقع خونمون خیلی بزرگ میشه نه؟ نیازی نیست خیلی بزرگ باشه، کوچیکم باشه بهتره. اون موقع همش کنار هم دیگه. منو ببین، من از الان بهت گفته باشم و من خوشم نمیاد همش کنار هم باشیم و گفته باشم. چیه؟ چی شده وا؟ تو؟ من؟ آره خب چیه مگه نمیشه ها؟ یعنی ممکنه الان کنار هم باشیم، اما خب این فقط برای الانه، فهمیدی؟ یعنی به آینده مربوط نمیشه. حتی الان میتونم برم نیمکت بغلی باشه. هیچ جایی نمیتونی بری، ولت نمیکنم. تو هنوز به هم نگفتی خونه رویاهات چه شکلیه؟ خونه رویام چه شکلیه؟ بس فکر کنم. باید شومینه داشته باشه. باشه بشینیم جلوی شومینه شاه بلوط بپزیم. روی شومینه هم قاب عکسای خودمون باشه. باغچه داشته باشه، یه باغچه بزرگ و خیلی سبز، توش هم کلی گل و درخت داشته باشه. صبح وقتی بیدار میشیم به اون باغچه نگاه کنیم، شبم موقع خواب اونجا رو ببینیم. پرندم داشته باشه، درخت باشه، گل باشه. ما صبح وقتی بیدار میشیم و شب وقتی میخوابیم به اون باغچه نگاه کنیم. پرنده ها باشن، هر روز صداشونو بشنویم. خونمون پر از آرامش باشه. دیگه چی؟ خب دیگه تو هستی دیگه. تو اون خونه بیشتر از هر چیزی تو رو میبینم، تو رو دوست دارم. دیگه چی میخوای باشه؟ قرارداد آماده کنیم. آماده کنیم. من نصف اجاره اینجا رو به عنوان پیش پرداخت بهتون میدم، بقیه‌شم از حاضران خانوم میگیرین. ولی این بین خودمون بمونه. بهش میگین که قیمت اینجا اینطوریه. من یکم دیگه به دوستام زنگ میزنم بیان اینجا رو نگاه کنن. اما شما منو نمیشناسین و منم شما رو نمیشناسم. این یه خوبیه که در حق یکی از دوستانم میکنم. سورپرایزه. دوست خوششانسیه. الو، چطوری؟ کی؟ آلپر بذار 5 دقیقه دیگه بخوابم. میلیسا ساکت. آلپر چرا میزنی آخه؟ نه ببخشید، من با شما نبودم. ببخشید، من دیشب یکم کار کردم، برای همین. نه منظورم از کار کردن کارای شخصی مو میگم. آره، وگرنه این که من به این زودی کار پیدا کنم یه معجزه است. آره بچه صبحونه میخوری دیگه؟ بابا آدم حداقل یه در میزنه. بله متاسفانه مشکلی پیش اومده. حق با شماست. خب من الان باید دختره داره تلفن میزنه، نمیبینی؟ خوبه پوشه در چجوری ببینم داره حرف میزنه دختره؟ بله آقا کوتاهی، من با کمال میل باهاتون کار میکنم. خیلی هم خوشحال میشم. صبح بخیر دخترم، صبحونه آماده است. بویازه خیلی سلام برسون. مامان چند بار بهتون گفتم اونا جدا شدن، چرا باز میپرسی؟ کی جدا شده؟ تو جدا شدی؟ چقدر خوشحالم. خیلی زود بود آخه. بابا من چند سالته؟ هی میگی میخوام ازدواج کنم. امروز بیام. بله ما چند بار در این مورد حرف زدیم. باشه. اینم مدل جدیده، همه چی با سرعت نور حل میشه. ماشاءالله به شما. من نمیتونم خودمو بهتون برسونم، والا نمیتونم خودمو برسونم. ملکشه به نظرت من پیر شدم؟ آره پیر شدی.
حرفت حق بود. باشه حتما میگم دختره داره با باشه، تلفن حتما حرف میزنه، ساکت باشین. برگشتم سر کارم. چی؟ چه جوری؟ آقا کوتاهی زنگ زد بهم گفت امروز بیا ببینمت، فردام دوباره کارتو شروع کن. ایول دختر، آفرین به آقا کوتاهی، بایدم این کارو میکرد. من الان خیلی راحت شدم، خیلی خوشحالم. یعنی میتونم باشم دیگه، مگه نه؟ میتونم باشم. خب چیزی نیست که بالاخره. دیوونه بازی در نیار، البته که میتونی. بیا اینجا. دخترم خیلی دلمون برای تنگ میشه. خیلی خوشحال شدم. به خاطر همه چی خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خب مغازه هم که اوکی شد، همه چی تکمیله. من چی کار باید بکنم منو صدا کردی؟ یه کار نقاشی هم داشتم به خاطر تو کنسل کردم. خب اگه دوست داری یکم فکر کن که من چرا گفتم بیای و تو چرا اومدی. من فکر میکنم، ولی خب مطمئن نیستم تو هم به همون چیزا فکر میکنی یا نه. اولین مشتریم اومد، خوش اومدی. سلام، مغازه بازه دیگه؟ بله بفرمایید لطفاً. چی میخواستی؟ میو 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 میو. مثل این که از هیچی خبر نداریم بچه‌ها. هشدار 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 هشدار. چی شده؟ میخواستین چی بشه؟ بیرون پلیسا رو ندیدین شما؟ یه چیزایی شده، ولی چی شده داداش؟ چه ماجرایی؟ منم نمیدونم. چه ماجرایی ها؟ تو کجا زندگی میکنی؟ ها؟ ای بابا ببین پلیسا بیرونن، همه جمع شدن. فراری هست، فراری. میگن شبا از خونتون نیایید بیرون. تا این حد شما چیکار دارید میکنید اینجا ها؟ افتادین دنبال گیرو و دلیجات؟ تو رو خدا گرکم دیوونه ای، واسه چی مشتری فراری میدی؟ آره بذار من جواب بدم. دیوونه است، ولی مشکل مهمتر از این داریم. باورتون این میشه؟ فراری کیه؟ کجاست؟ و تا کی قراره توی زندگیمون باشه؟ سوال درست اینه. آفرین به تو پسر زبر و زرنگ من، آفرین. بچه اگه مردم بترسن چی میشه؟ میرن تو خونه هاشون میمونن. اگه این کارو بکنن چی میشه؟ کار کاسبی من خراب میشه. کار من خراب بشه چی میشه؟ اعصابم خورد میشه. اعصابم خورد بشه چی میشه؟ ها؟ جواب بده. بابا اعصاب من خراب بشه این اصلا خوب نیست دوستان. و همین خاطر برای امنیت جزیره باید این جونور رو گیر بندازیم. قبول کنید؟ الان حق با منی یا نه؟ حالا تند و سریع جواب بدین. یالا. ها؟ ای بابا. ها؟ ای همینجوری رو هوا نگر دارم اینو. باشه من هستم. نه امپراتوری دیگه، امپراتور. ها گرگم چی شده گرگم؟ چی شده ها؟ گرخیدی بابا؟ گرگم قربونیت برم. گرخودی قربونیت برم. قربونی برای چکولات بخرم، برای قلقلک بخرم. دستگاهشو من داشتم نگاه میکردم ببینم کدومتون اول دستشو میکشه. معلومه که منم هستم. شما باید جوونی منو میدیدید. قبلا من تنها این کارا رو میکردم. عجبا. چیه؟ چی شده بیریجی؟ چرا دستتو نمیزدی؟ خب من اصلا متوجه نشدم چی کار دارید میکنید. یالا باشه منم هستم. همینه دوستان، همینه. خیلی از شما ممنونم. امشب اون جونور رو گیر میندازیم فقط به خاطر امنیت جزیره. شب ساعت 9 همه اینجا باشیم. قبوله؟ باشه میبینیم. ببین کی به من میگه دیوونه. پس این هنوز خبری نیست. نمیدونم این چندمین باره که این بلاها رو سرتون میارم. نه اصلا همچین چیزی نیست. از این فکر بیاین بیرون آیته. من یکم دیگه میرم کلانتری. شما لطفا امروز از خونه بیرون نرید. باشه ایدی. به پویراز و حزیرانم خبر بده. نه خبر ندیم. اونا الان دورن، جاشون امنه، چیزی نمیشه. هر کاری کردن بالاخره تو ازمیر همدیگه رو دیدن. اینا مثل آهنربا هستن، یکیشونو بذاری این سر دنیا یکی اون سر دنیا، زود به هم میچسبن. ذاتشون اینه دیگه، چیکار کنیم؟ اگه دست ما بود که دست ما نیست عزیزم. ما هر کاری میکنیم بچه ها سرخود کار خودشونو میکنن، مگه نه بابا جونا؟
یه پیام بنویسیم به همه دوستا و آشناهاشون توی جزیره بفرستیم. هیچ کس در این مورد چیزی نگه، یعنی به گوششون نرسه. هر روز اونا یه مشکلی دارن، باز با اینم سر و کله نزنن. باشه، چی بنویسم؟ الان میگم. سلام به همه، من آیتن هستم. با بعضیاتون آشنا شدم ولی با بعضیاتون نه. مادر پویراز هستم. به کمک زینب شمارتون رو پیدا کردم. بله، این یک پیام جمعیه. اول اینکه به خاطر اتفاقات اخیر از همتون معذرت میخوام. من این مشکل رو براتون درست کردم، ولی شک ندارم به زودی ازش خلاص میشیم. چیزی که منو نگران میکنه خوب بودن حال پویراز و حاضرانه. پویراز و حاضران توی ازمیر هستن و تا جایی که باهاشون حرف زدم حالشون خوبه. شما هم حتما باهاشون حرف میزنید. در مورد این موضوعی خواهش دارم ازتون، لطفاً از وضعیت اتفاقات اخیر اونا رو خبردار نکنیم. هیچی بهشون نگیم، حتی اگر لازم باشه یه مدت باهاشون حرف نزنیم. نمیدونم این درخواست زیادیه یا نه، ولی لطفاً اگر در مورد این موضوع با هم پیش بریم خیلی خوشحال میشم. از همین الان از همتون به خاطر درک و همکاریتون ممنونم. آلپر، ملیسا رو بردار بیار همدیگه رو ببینیم. میخوام موضوع مهمی رو بهتون بگم. الان آدرس رو میفرستم. چی شده؟ اومدم. سلما، شما خوبید؟ نهیر کجاست؟ نهیر چی شده؟ وضعیت اضطراریه. به پویراز و حاضران که چیزی نگفتید؟ پیاممو گرفتی؟ این همه خوبم؟ بزرگش نکن فاتح. چی میگی سلما؟ خطرناکه. شما خانواده منید مگه نیستید؟ هر دوتون عزیزای دل منی. تو هم که نومزد منی عشقم. چی؟ کی؟ چه نامزدی؟ مادرت بهم پیشنهاد ازدواج داد. چیکار کرد؟ باید این کارو میکردم دخترم. وای، من باید شما دوتا رو بخورمتون. خب فاتح، این چمدونا برای چیه؟ من دیگه اینجا میمونم. من شما رو نمیخورم داداش فاتح. آخه اینجا چی کار میکنی ها؟ هنوز 2 روزم نشده مامان. بدون ازدواج نمیشه. وایسا نهیر دخترم، یه لحظه آروم باش. بعدش این حرفا یعنی چی؟ قبل از ازدواج، بعد از ازدواج؟ الان که یه مجرم فراری اطرافمونه شما رو تنها بذارم؟ امکان نره جون تو، من همینجا. یعنی الان اگه تو باشی ما امنیتمون بیشتره؟ آره. سیمیت خریدم، میخورین؟ نمیخوریم. یعنی سوپرمن میخواد با سیمیت از همون مراقبت کنه؟ تا وضعیت اضطراری بگذره باید تحمل کنید. اعتراض کسی هم قبول نمیکنم. این موضوع دیگه فینیشه. من میرم خونم. منم سر کار نمیرم مامان جون، سر کار نمیرم، همینجا میمونم. میخوام ببینم چی میشه. داشتم جدولمو تو آرامش حل میکردم. بله عمو رفعت، منم شما رو دوست دارم. منم خیلی دوستتون دارم. از اینکه عضوی از خانوادتون میشم خیلی خوشحالم. آره منم همینطور. عمو رفعت صدام نمیاد؟ صدام میگم منم شما رو دوست دارم. عمدن این کارو کردین؟ شوخی میکنین. من همیشه میگم که شما رو دوست دارم. خب الانم دیگه با هم یه خانواده بزرگ شدیم. آره بله دقیقاً، منم همینطور. الو بابا جون، ببین ما الان یکم کار داریم. خب من قطع میکنم، بعدن حرف میزنیم باشه؟ فردا برای خواستگاری ملیسا میریم دیگه. آها باشه شکلات و گل و شما میگیرید. باشه بابا جون، الان ملیسا پیشمه دیگه، سورپرایزمونو خراب نکن دیگه. باشه زود میپرسم. بابا میپرسه تابستون بریم ارده؟ بابا جون خیلی خوشحال شد، میگه با کمال میل، از خوشحالی داره بالا پایین میپره. آها باشه من الان دیگه قطع میکنم بابا جون. ممنونم بابا، میبوسمت. باشه میبوسمش. باشه بابا جون من قطع میکنم، وقتی قطع کنم میبوسمش. باشه بای.
بابام گفت که ببوسمت. سلامت باشه. به نظرت یکم زیادی نیست؟ نه نیست. خب خوشحال شده چی کار کنه، ولی من نمیدونم چی باید بگم. نمیخوام پیششون خجالت زده بشم. نمیشی چون دیگه به زودی همه با هم زندگی میکنیم، تو هم عادت میکنی. منظورت چیه همه با هم؟ آروم باش، حالا چرا قاطی میکنی؟ من فکر کنم یکم زود شوخی کردم. آره بگذاریم. رسیدیم به اون آدرس؟ رسیدیم. آدرس اینجا رو نشون میده، الان میاد دیگه. نیست؟ سلام. بفرمایید. اومد. نکنه داری میری؟ من واسه حاضران خونه گرفتم، همون خونه که دوست داشت، خونه که بتونه توش زندگی کنه و اینجا خوشحال باشه. کلیدو میدم بهت. من یه قسمتی از اجاره رو دادم، بقیه‌شم با خودشه. زیاد اذیت نمیشه، بین خودمون بمونه. پویراس، به جای اینکه این کارا رو بکنی بهتر نیست که بری مستقیما بهش بگی دوستت دارم؟ آلپر، این داستان عاشقانه آسونه مگه؟ برای شما آسون بود؟ حداقل قبول داری که یه داستان عاشقانه است. شما بهشون زنگ بزنید، اونا منتظر خبرن. به نظرم خونه خیلی خوبیه، اونجا رو از دست نده، کارشم که گرفت. نکنه اونم تو هماهنگ کردی؟ تو هم میدونستی؟ خونه کجاست پویراس؟ خونه خب همینجاست. خوشگله. بگذاریم، من یکم دیگه اینجا هستم، یه چند ساعتی وقت دارم، حرف میزنم. باشه من بهت زنگ میزنم. اگه بره جزیره همه چیو میفهمه. همه به همون پیام دادن، انتظار دارن اونا رو اینجا نگه داریم. باشه آروم باش، نوبتی پیش میریم. اول حاضران باید خونه رو ببینه. یه فکری دارم، تو به حاضران زنگ بزن، منم به بابام. چی تو فکرته؟ گفتم که یه فکری دارم. باشه؟ چرا میخندی؟ خب زندگی بدون خنده نمیگذره، اینجوری بهتره. آها چه خوب، خیلی سرحالی. آره خب بعضی وقتا دلم میخواد ناراحت بشم، واقعا ناراحت بشم و یه قطره اشک بریزم، ولی خب نه نمیشه، چون که زندگی خوبه و ادامه داره. خب منم الان دارم میرم که برای اجه کادو بخرم. اجه؟ آره خب این هفته اولین هفتمونه، گفتیم یه جشنی بگیریم. اولین هفته؟ آره ولی خب ممکنه 8 یا 9 روزم باشیم، نمیدونم دیگه، فرق میکنه چی رو برای شروع در نظر بگیریم. دروغ میگی. ببین تو میتونی اینجوری فکر کنی، اینطوری بهتره. یه حرفی هست که خیلی دوستش دارم. آها اون که میگه هر کی کریش داشت فکر نکن باباته؟ نه عزیزم، آخری بهتر میخنده. آره به نظرم آخرین نفر من میخندم. خب میبینی لیدیز اند جنتلمن، صادق تاجر در خدمت شما است. برای امنیت خونه وسایل زیادی آوردیم، بفرمایید. بیا داداش بیا، همونطور که میبینید چراغ قوه داریم، اسپری فلفلی داریم و قلقلی فلفلی، همینطور برای جلوگیری از دزدی چیزهای مختلف داریم. همینجوری راشو کشید رفت، مگه میشه همچین چیزی؟ خب معلومه فرار میکنه، دنیا همچین فرصت طلبی رو به خودش ندیده. تو هم شیطونو درس میدی. خب ولی خب اگه بتونی بفروشی، اصلا استعداد فروشندگی نداری. یعنی من استعداد فروشندگی ندارم؟ بلد نیستی. خب خیلی بلدی، بیا خودت بفروشه. البته که میفروشم. برو کنار ببینم، برو اینو بده به من، بشینو تماشا کن ببین چه کنم. خانم ها و آقایون، خواهران و برادران، خواهران بفرمایید آقایون بفرمایید. قاتل زنجیره‌ای تو کوچه میگرده، مجرم فراری. خواهران برادران، خطر، خدا کنه که بگیریمش، ولی راه حل اینجاست. صادق تاجر در خدمت شماست. همه لوازم امنیتی و
ضروری تا در خونتون اومده. شعارمون اینه، امنیتمون جثمونه. الان براتون تست میکنم. ببخشید ولی خوبه. ببین مشتری اومد. خوش اومده. داداشون سخت آلمانه، بهت میدم 50 لیر. رفت. اینو ببین، آدم میگه مبارک باشه وسایل میفروشه. این چه جور آدمی ها؟ کجا رفت؟ این پول داد و رفت. کجا رفتش این به نظرت؟ رفت تو کوچه؟ ها؟ ببین منو، نکنه این همون مجرمه باشه. خیلی مشکوک بودا. نه بابا، تو رو خدا مزخرف نگو گرگم. این وقت روز میاد اینجا خرید میکنه مجرم آخه؟ نمیدونم خب. اینجا همین جوری بمونه؟ شما همون آدمه رو دیدی؟ کیو؟ همون که یه چیزی خرید و رفت سیاه پوشیده بود. نه هنوز میگی اون آدم؟ بابا ول کن، بیا جمع کن. اگه گرکم واقعا معذرت ببخشید. اوه ایدیل خانوم دارن میان. بفرمایی قربان، خوش آمدی. ممنون صادق، ولی حوصله ندارم. ایدیل جون خوش اومدی. بیازید. ایدیل چه کار میکنی؟ چطوری؟ خوبم. خوب نیستم، چه میدونم. ول کن منو. تو چطوری؟ منم خوبم، میگذرونم. مغازه بیرجیک خانم رو درست کردیم. چطور شده؟ وای خیلی قشنگ شده. شما همدیگه رو میشناسین؟ یعنی چی همو میشناسین؟ یعنی چی همو میشناسین؟ ایدیل دوست دوران بچگی منه. دبیرستان رو با هم بودیم. 2 کلاس پایین‌تر از من بودی. آره تو 2 کلاس بالاتر بودی. هر دوشون یکی نیستن. وای نگاش کن، خیلی دلم برات تنگ شده بود. چی کارا میکنی؟ منم خیلی دلم تنگ شده بود. خیلی وقت شده همدیگه رو ندیدیم. من استانبول بودم. یه کار تعمیراتی بزرگ گرفته بودیم. اونو تموم کردم، بعد دوباره برگشتم اینجا. با تو میشه ها. چی با من میشه؟ من نفهمیدم. بریجیک، من در واقع میخواستم برای کمک بیام پیش تو، ولی یه مرد میخوام. خب چرا اومدی پیش من؟ ببین من در واقع باید یه کاری کنم که با تو بهم حسودی کنه. برای این کارم به یه مرد احتیاج دارم که دستمو بگیره و با هم دیگه راه بریم. اینجوری که همدیگر دیدیم تصادفی نیست. نه بیازید. من میتونم مگه؟ منو میشناسی؟ نمیتونم زیاد فیلم بازی کنم. یعنی اصلا نمیتونم فیلم بازی کنم. ضایع میشی. میتونی مگه؟ میخوایم چی کار کنیم؟ میتونی، من میدونم. میتونم؟ خیلی خوب باشه. بیرجیک، من الان چی کار کنم؟ برم لباس بخرم؟ گفتی کار داریم. نه خب من حلش میکنم، کاری نداریم. برو. یعنی میتونی به ایدیل کمک کنی. بفرمایید. باشه پس میریم. از الان هیجان زدم ایدیل. تو جزئیاتو برام بفرست، منم چند تا لباس پیدا کنم بفرستم برات. اوکی بدی میپوشم میام. خیلی خوب باشه، پس بعداً میبینمت. خیلی خوب باشه. فعلا بیرجیک. وای بیرجیک، واقعا بابت بیازید ازت ممنونم. یه عالمه اتفاق افتاده، اینجوری سر پا نمیشه گفت. اشکالی نداره، بعداً میگی. آره حتما برات میگم. کارم داشتین. ببخشید تو رو خدا، واقعا نیاز دارم بهش. نه خب میخواد بیاد کمکت کنه دیگه. باش. ببین تو هم خیلی از مغازه بیرون نیا. میگن یه آدم خطرناک اومده تو جزیره. من نمیدونم کیه. حواستو جمع کن. خیلی خوب باشه، برو تو دیگه عزیزم. خداحافظ. میبینمت. گفتید کی این خونه رو پیدا کرده؟ بابای من. آشنا شدین که اون یه دوستی داره. تو گفتی میخوای خونه اجاره کنی، منم بهش گفتم. اونام این خونه رو پیدا کردن. یعنی میگید پویراز دستی تو کار نداره؟ نه، به پویراز چه ربطی داره؟ باباش پیدا کرده. باشه پس. خب من از رویام گفتم، حالا نوبت توه. همونه. چی همونه؟ رویایی که تو سرم دارم مثل همین رویای توه. چون تنها رویای من فقط تو هستی. یه شومینه داشته باشیم،
که بشه جلوش همدیگه رو بغل کنیم و خوابمون ببره. کلی روش بتونیم قاب عکس 2 نفره بذاریم، حتی از عکسای عزیزانمون. پس حیات هم داره؟ خوشگل ترین حیات ممکنه. هرچند به پای خوشگلی تو نمیرسه، اما خب یکی داشته باشیم. درختای خیلی بزرگی داشته باشیم، مثل گلامون، مثل عشقمون. پرنده ها چه چه بزنن، صداشون قشنگتر از صدای تو نمیشه، اما بازم چه چه بزنن. هر جا که میخواد باشه، کافیه با هم باشیم. خونه‌ای که تو رویای منه حیاتم نداشته باشه مشکلی نیست، کافیه که تو باشی. پویراز دوستت دارم. حاضرم دوستت دارم. حله، من این خونه رو اجاره می کنم. اونطوری نگام نکنید. من خوشحالم، از همه چی راضیم، از کارم، خونم، زندگی جدیدم، همه چی خوبه. شما بهتر خوشحال باشین. باشه، من دارم میرم هتل، شما میای؟ تو برو، ما بعداً میایم. آلپر، میگم که بهتر نیست دیگه دخالت نکنیم. مگه نگفتی همه ازمون کمک خواستن که نذاریم پویراز به جزیره برگرده؟ آره درسته، ولی چیکار کنیم؟ پاشو قل و زنجیر بزنیم؟ خب گل و زنجیر که نمیزنیم، ولی یه کار دیگه میکنیم. خب من انجامش دادم. چی؟ مراسم خواستگاری فردا رو موکول کردم به امروز. صبر کن ببین، هم این استراب خواستگاری تموم میشه میره، خب هم این که یه روز دیگه هم پویراز و هم حاضران با هم وقت میگذرونن. موافقی؟ فکر بدی هم نیست، فکر خوبیه. استرس منم کم میشه، این کارم زودتر تموم میشه. عالی باشه. خب پس بریم. ما زودتر بریم تو. بریم داداش. بیا پویراز. چی شد؟ قرار بود بری؟ داشتم میرفتم. ببینم، به نظر نمیاد رفته باشی. اجازه بدی میخوایم بریم خواستگاری دوستم. تو اینا رو به عنوان بهونه استفاده نکن آقا پویراز. ببینم چرا باید بهونه کنم؟ نمیدونم، خودت بهتر میدونی. همش داری دنبالم میای و یه چیزی رو سر هم میکنی، مثلا مراسم تجلیل. ببینم من باید به تو بگم که از اینجا میرم؟ تازه شهر به این بزرگی باید از تو اجازه بگیرم؟ اگه خواستم میمونم، اگه خواستم میرم. آره خب، هر جور دلت بخواد همون کارو میکنی. خواستی بدو تا اینجا دنبالم میای، خواستی تو روم وای میستی دلمو با حرفات میشکنی، مگه نه؟ تو این مورد به گرد پاتم نمیرسم. این تویی که داری کیف میکنی، بی خبر میذاری میری، شبیه فراریا میای یه شهر دیگه، بعد روز اول کار پیدا میکنی. تو داری کیفشو میبری، نه من. بازم دارین دعوا میکنین؟ میشه یه 2 دقیقه با هم دعوا نکنیم؟ یکم آتش بس بدین، خواهش کردیم. آره خواهش کردیم و میکنیم. نه ما دعوا نمی کنیم. دعوا بین 2 تا آدم اتفاق میفته، اینجا آدمی وجود نداره. یعنی چی؟ منظور چیه؟ میخوای بگی آدم نیستم؟ نه خیر، سعی دارم بگم اینجا خیلی تنها، اما اگه خیلی دوست داری باشه، اونم میشه، مسئله نیست. نه بابا. چطور شدم؟ ملیسا خیلی خوشگل شدی، به چرخ ببینم. خیلی قشنگه، خیلی ماه شدی. خودم
داداش خیلی خوش تیپ شدی. بشم ببینم. ببینمت. عالی شدی. خوب شده. به نظر من اینجا رو یکم کیپ کنیم بهتر میشه. خب باشه. این پایین چی؟ نه خیلی خوشگله، خیلی بهت میاد. نوبت شماست. آره پویراس، بفرمایید برو پویراس. دارن بی خودی کش میدن، همدیگه رو خیلی دوست دارن، از نگاهشون میشه فهمید. منم همینو گفتم. لابد فکر میکنن عشق همیشه حلال مشکلات نیست. نه، حاضرانم به محض اومدن نباید میرفت سر اون کار. اونجا اشتباه کرد. پویراس چی؟ رسما دختره رو از جزیره انداخت بیرون، ندیدی؟ همگی میدونیم که به نفع حاضران بود. حاضران واسه صلاح خودش رفت سر کار. جوابی براش داری؟ خب پویرازم این همه راه اومد تا اونو ببینه. بعد چیکار کرد؟ کارشو ازش گرفت. دارید راجب ما حرف میزنی؟ راجب ما حرف نزنی. پویراس تو ساکت شو. حاضران اینطوری که نمیشه. پویراس تو مستحقشی. مسئله رو بزرگش نکنم. من دارم بزرگش میکنم. دوستان اصلا وارد اون بحث نشیم. آماده اید دیگه؟ شما هنوز لباس نپوشیدین؟ داداش منو ببین. چطوره؟ خوب شده؟ خیلی خوشگل شدی. بچرخ ببینم. خیر باشه. نکنه دارید نقش ما رو بازی میکنید ها؟ اگه همچین چیزیه بگید بدونی. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Siyahıma beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.